انگیزه برای پلیری بهتر شدن 100%. ایشالله. پلیر نیومد اینجا بچه، من الکی جب دادم اینجا، آهنگ زیاد کردم، هیچکی نیومد. وقتی لند میکنیم پلت بهتر اینجا بچه ها همینجاست، چون 1 2 3 4 5 تا باکسه، احتمالا اینجا هم گانمان باشه. مثلا ببین یه گان اینجاست، یه گان اینجاست، یه گانم فکر کنم، ببین یه گانم اینجاست. بهتر اینجاست میتونی. مرسی داداشمی. خب داشتم میگفتم اینجا بیای تسلط داری، راست تسلط داری. ببین راستو میزنی میتونی بیای اینجا راستو بزنی. چرا اینجا میگم؟ چون از چپ تیر بخوری، تیرا نخور بهت، کاور داشته باشی. این ور رو میخوای بگیری، زیپلاین میاد صداشو میگیری، از اینجا میتونی نگاه کنی، قشنگ میگیری روش، تمام. یکی اینجا بهترین جای اوایل بازی ها، تا وقتی که یکم شرایط خلوت بشه دیگه. The revived flight will arrive in 1 minute. بعدش میگم بهتون، بعدش میای این بالا رو میگیری. یه جای مخفی هم هست، الان اونم نشونتون میدم. سلام آرمان، آموزش جای مخفی ما رو میدم. ببینین بچه‌ها اینجا دیگه تسلط کامل دارین ها، فقط باید حواستون باشه نینجا نزنن، نینجا پامپ اینا نزنن اینجا، نه اینکه از اینجا نیان بالا. باید حواستون باشه دیگه. مثلا طرف از زیپلاین میاد اینجا با این عدسا، بیا اینجوری بزنش، از این زاویه باید بزنیش، بهترین زاویه اینجاست. ببین اگه این ورم بره میتونی بزنیش، ولی اینجا باشه میتونه خودشو بچسبونه به اینجا، به این دیواره. اینم از این. ترپ هم اگه دارین، ترپ پلیرین، اینجا باید ترپتون رو بندازی دقیقا این نقطه، روی این خط سیاه نیست ولی روی این خط باید بندازی. جای مخفی ببینید بچه ها، زیر اینجاست، دقیقا زیر اینجا. وقتی که از این زیپلاین میاییم بالا باید به این سمت باشین، رو به این سمت. ببینید روی این لبه رسیدین، نشون میده موس، روی این لبه رسیدین باید جامپ بزنید به اون زیر. الان دوباره نشون کنید. این سمت رو نگاه میکنی، حالا شاید من نتونم برم، رسیدم به این لبه، جامپ اومدم اینجا. تمرین کنید یاد میگیری، 3 بار 4 بار تمرین کنی هم تمومه، یاد میگیری. یه بار دیگه برم، جامپ، قشنگ میای آرمورتو میزنی، دوباره برمیگردی. حله یاد گرفتیم، اوکی دیگه، دوباره نرم. یه چیز دیگه هم بگم بهتون، اینم یاد بگیرید. اومدیم اینجا، تا اینجا اومدیم آموزش هم بدیم دیگه. خب منگم ببندیم. خب وقتی با زیپلاین میای بالا اینجوری نیا، آخرش یه جامپ بزن. اینو بزنم، آخرش یه دونه جامپ بزن رو به بالا. اگه انمی هم باشه گیج بشه انمیه. ببین اینجوری جامپ بزن. اینم از این.
فکر کنم تموم شد دیگه. آموزش پلتفرم تموم شد، چیزی نموند. ترپ خواستی بزنی اینجا ترپ بزن. این خط اینجا هم که گفتم دیگه کاوه تسلط داری. ببین از راست انمی بیاد متوجه میشم ولی نمیتونه تیر بزنه. اگه مشغول زدن این انمی باشم از راست نمیتونه بزنه. دوباره میام اینجا از چپ نمیتونه بزنه. این ور رو میگیرم، وسط رو دارم، کاور دارم. بعدش دیگه میتونی بیای خلوت شد یکم، میتونی بیای این بالا رو هم بگیری. سعی کن از این لبه بیای، سریع بیای، تمرین کنی زودتر میای. اله آموزش باد شدن Airdrop has been delivered. چگونه شبیه باد شویم. مرسی. Now